با عنوان سفیر قول میدیم که برای ویزاگیری شهروندان تاجیکستان در سفارت ما هیچ مانع وجود ندارد. بعضی افراد سر و صدا پهن میکنند که گرفتن ویزا در سفارت ازبکستان باید دشوار یا اصلا غیر امکان است. نباید به چنین حرفها باور کرد. من کفالت میدهم که در طول یک هفته هر یک شهروند تاجیکستان میتواند ویزا را بگیرد. البته بجز از افرادی که برای نقض قانونگذاری، قاچاق مواد مخدر یا اشتراک در جنگ‌های مسلحانه بر روی خط سیاه شامل شدند. در مورد ساکنان منطقه‌های نزد مرزی ما شرایط آمد و رفت را ساده‌تر می‌کنیم. حالا مقامات هر دو کشور سند را بررسی می‌کنند که مقررات راه‌اندازی نظام ویزا یا روادید میان دو کشور از سال 2000 را تجدید نظر می‌کند. حالا بررسی این موضوع میان کارشناسان دو کشور ادامه دارد و ما امید داریم که من بعد ساکنان منطقه‌های نزد مرزی می‌توانند بدون ویزا به قلمرو کشورهای یکدیگر سفر کرده با خویشاوندان و دوستانشان ملاقات داشته باشند. در عموم با نظرداشت وضع منطقه و خطرات جهانی صحبت درباره ساده کردن خود نظام عمومی روادید هنوز بر وقت است. جناب سفیر، در رابطه با مشکل ارتباط هوایی که هفته‌های اخیر در روابط میان دوشنبه و تاشکند زیاد مطرح می شود، می خواستیم اندکی روشنی اندازید. جانب تاجیکستان همه حجت‌ها را برای آغاز پروازها با ازبکستان سری وقت به تاشکند ارسال نکرد. برای راه اندازی پروازهای یک هواپیما باید همه مقامات ازبکستان از جمله نیروهای ضد هوایی، گمرک، مرزبانی، انداز آگاه کرده شوند. این فرصت می‌طلبد. متاسفانه ما این حجت‌ها را دیر دسترس و حالا آنها در دست بررسی هستند. فکر می‌کنم در ماه جاری سامانیر پروازهای خود را با ازبکستان شروع می‌کند. امید دارم روند بررسی حجت‌ها در حال انجامیابی است. نخستین پرواز هواپیمای شرکت ازبکستان هوایی یولری باید 4 اپریل صورت بگیرد. دو پرواز هواپیمای این شرکت بر روی خط تابستانه پروازهای ازبکستان هوایی یولری شامل کرده شده است و دیگر هیچ مشکل را من در این زمینه نمی‌بینم. زیرا رهبریت دو کشور در این باره تصمیم سیاسی نهایی گرفتند. باید تنها این سفارش‌ها عاقلانه اجرا شوند. برخی از کارشناسان تاجیک اشاره می‌کنند که گویا انتخاب شرکت خصوصی سامانیر برای انجام پروازها به تاشکند چندان به مقامات ازبکستان خوش نآمده است. ما گفتیم هر شرکتی را که حکومت تاجیکستان برای پروازها به تاشکند انتخاب می‌کند آن را قبول داریم. سامان ایر است، تاجیک ایر است، فرق ندارد. این حق تاجیکستان است و ما نمی‌توانیم به این کار مداخله کنیم. حالا زودتر روند تهیه حجت‌ها انجام شود تا نماینده سامان ایر تواند کار خود را در تاشکند آغاز کند. زیرا اگر پروازهای این شرکت شروع شوند باید از آنجا نیز بلیط فروخته شود. آخر هواپیما نمیتواند بدون مسافر به دوشنبه برگردد. نماینده شرکت ازبکستان هوایی یولری تقریبا 1 ماه است که در دوشنبه است و کار میکند. اخیراً وی حتی به عنوان اندازسپارنده رسما ثبت نام کرده شد. نماینده سامانیر نیز باید به این ترتیب در ازبکستان ثبت نام شود. تنها ایرادی که دارم شخصا مرا نرخ بلیط پرواز نگران کرده است. $145 برای پرواز 45 دقیقه‌ای این خیلی زیاد است. من در این باره با مقامات هوانوردی هر دو کشور صحبت‌ها داشتم. ما این مسیر پرواز را تنها برای سفر تاجران و مقامات باز نمی‌کنیم. باید مردم عادی با نرخ‌های دسترس نیز توانند به کشورهای یکدیگر پرواز کنند. برای شهروندان عادی پرداخت این مبلغ برای پرواز در یک سمت دشوار است. حالا با مقامات هر دو شرکت هوایی برای ارزان کردن نرخ بلیط مذاکرات جریان دارد تا که مردم عادی نیز توانند از این مسیر هوایی استفاده کنند.